تو زبان فرانسه کی از تو و کی از وو استفاده میکنیم. تشخیص این که کی از تو و کی از وو استفاده کنیم خیلی مهمه. بی‌دقتی تو این مسئله ممکنه باعث بی‌ادبی یا برعکس رسمی شدن بیش از اندازه بشه. تو یعنی تو. زمانی ازش استفاده میکنیم که با یک شخص رابطه راحت و نزدیکی داریم، مثل اعضای خانواده یا یک دوست، مثل بچه‌ها و نوجوان‌ها یا یک همکاری که یه مقدار باهاش صمیمی شدی. گاهی هم یه شخصی خودش بهت این اجازه رو میده که اون رو تو خطاب کنی و بهش بگی تو، با گفتن عبارت tu peux me tutoyer، یعنی میتونیم خودمونی صحبت کنیم، تو میتونی من رو تو خطاب کنی. اما وو یعنی شما، رسمیه و زمانی استفاده میشه که فاصله وجود داره، احترام وجود داره، مثل ارتباط شما با استاد، با رئیس، با یک کسی که نمیشناسیدش توی ایمیل ها و زمانی که مخاطب شما بالای 1 نفره.